جان، ما که در دولت روسیه زندگی میکنیم، برای که سال دکمه داشته باشیم گرانیسا باید گذاریم. همین گرانیسا گذاشتن بدون محرم جایزه استاد جان؟ تنها میگذارید یا همراهتان دیگر همسفرها هستند؟ چند نفر هستید؟ یه من خودم مثال اگر بذارم خودم میگذارم با همین صبح با سمالیات. با سمالیات یگان باکی ندارد انشاءالله خواهرم، برای اینکه حاضر زمان فرق میکند. علل خصوص برای اگر حجت گفتید این سفرهای مجبوری هست، یعنی نگذاشتید حجتتون رسته میگیرد و مثل پیشتر راهها خطر ندارد. انشاءالله شما با یگان راهزن و یگان مشکلی ها دچار نمیشوید. انشاءالله برای حجت باشد باکی ندارد باذن الله. درباره پتنگیری هم استاد جان که باید سر منالیج میکنن گناهگار نمیشیم استاد؟ وقتی که مجبورید گناهگار نیستید. اگر مجبورید یگان علاج نداشته باشید دیگر فاتقوا الله ما استطعتم، دیگر یگان علاج نداشته باشید گناهگار نیستید. و یکم خواهر کوثر. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. استاد جان، همین شخصی که نفاس میبیند در بعد از 40 روز باز از آن ویژیلنی همین مامان کریشنی باید نماز خواندنش انتظار شود خواهرم. بعضی وقت می شود که بعض نفاس تا 50 روز دوام می کند. آره 40 روز در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هست، اما در دیگر مذهب ها تا 60 روز هم دوام می کند. مادامی که بعد از نفاس آمده ایستاده است و پاکشویش به نزدیک است، چند روز دیگر انتظار شود، مگر اینکه بهترینش با دکتر خود با طبیب خود مشورت کند. بعضا زنها تا 1 سال میبینند بعد از تولد. این یگان مشکلی سلامتی باشد. اگر نه این برای اینکه دکتر یا طبیب آن را دیده حل کرده میتواند. بعضیش میگه این اوره بقیهش تازه شده ایستاده است، بعضیش میگه تو همین خود چند وقت دوام میکنی. مادامی که دوام نفاس است تا 6 7 روز دیگر انتظار شود. علل خصوص خیلی گفتم بعضی زنها تا 50 روز هم میبینند.